با نظر داشتی اون که کارگردان از متن اصلی مؤلف چینگیز ایماتов دور رفته. وزیر فرهنگ تاجیکستان گفت که چرا مقامات مانع نمایش منقورت رکوییم کارگردان برزو عبدالرزاقов در دوشنبه شدند. نمایش منقورت رکوییم از روی اثر دوراهی بورانی چینگیز ایماتov باید شام 20 می امسال در تئاتر پدیده دوشنبه روی صحنه می آمد. مقامات 19 می از مسئولین نمایش خواستند آن را برگزار نکنند چون باید از نظر شورای بدیعی گذرد. اثر مذکور از جانب شورای بدیعی وزارت ماه ایون مورد محاکمه قرار گرفت. با نظر داشتی اون که کارگردان از متن اصلی مؤلف چینگیز ایماتов دور رفته با اون الوه های خود را وارد ساخته است و مضمون و ماهیت و محتوای اثر را تحریف کرده است و نمایش با چنین شکل و مضمون برای سیاست امروزه داخلی و خارجی کشور و برای تعلیم و تربیت نسل نوراست قابل قبول دانسته نشد. اما وزیر فرهنگ برای برگزار نشدن نمایش دلیل مشخصی نآورد. در همین حال برزو عبدالرزاقов کارگردان شناخته تاجیک میگوید با همین مضمون نامه رسمی گرفت ولی با آن راضی نیست و خلاصش را به زودی خواهد فرستاد. وقتی که اینا می‌نویسند که برای سیاست ما خلل میرساند ترس آن است که روس خفه نشود. یعنی که وقتی ایتمات می‌نویسد که اون روس است که آمد و ابوطالب کشت و مایه منقور کرد این حساب نیست. وقتی من میگم که این همون است که برای ما هم ضرر آورد این یعنی که به سیاست داخلی و بیرونی ما خلل میرساند. نمایش منقورت رکوییم را با کارگردانی برزو عبدالرزاقов یک گروه از هنرپیشه های جوان از جمله دلیر امام علی که همزمان به خبرنگاری و بلاگری مشغول بود و حالا در بازداشت است آماده کردند. آنها پیشتر تئاتر خیابانی را با نام نگاه نو تأسیس داده بودند و آن تا حال رسما ثبت نام نشده است. این نمایش برزو عبدالرزاقов در چند سال اخیر در دوشنبه بود. مقامات سال 2009 نیز نگذاشته بودند نمایش دیوانگی سال 93 که او در تئاتر روسی به نام مایاکوفسکی شهر دوشنبه به صحنه گذاشت ادامه یابد.